اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین الله افواجا. وقتی که نصرت الله تعالی میاد، کشایش الله تعالی میاد، آدم‌های میبینی که گروه گروه اسلام میبرن. اما پیش از این چی؟ یک نفر اسلام قبول میکردن. یک نفر پیامبر صلی الله علیه و مهنت کردن، یک کس دعوت میکردن. داعی ها، عالم های هم میخه یک کس دعوت کرده مردم فهمانیدن. یعنی آسان نیست، لیکن کردن در کار. چون که یک آدم شیعه عقیده اهل سنت و الجماعت قبول کرد، یک آدم صوفی بت پرست، پیر پرست، قبر پرست اون عقیده باطلش رو ترک کرد. به کدام چیز، به کدام خاطر؟ همین علمدارا بودن که اونها دعوت کردن، فهمانیدن، حق را باطل را بیان کردن. بنابراین برای تمام اهل علم واجب است که حق را به مردم بیان کنند. این کار دنیا، مال دنیا، پول دنیا از سری میلیاردها آدم ها ماند رفت. همین ها به دنیا آمدن، پول جمع کردن، زندگی کردن، روز رفتن. و خاطر رسان میکنم که روز قیامت به زبانی، به دهانی آدم های علمدار لجام آتشی زده میشه، کسی علم را نرسانده.